تصور کنید تلفن همراهتان در دست شما ناپدید شود. آنچه سالها تنها در فیلم‌های علمی یا تخیلی می دیدیم حالا در سال 2026 به واقعیت تبدیل شده است. نسل جدید گوشی‌های هوشمند با نمایشگرهای فوق‌العاده عالی مرز بین دنیای دیجیتال و فیزیکی را از بین برده است. غول‌های فناوری از جمله سامسونگ از نمونه‌های تجاری موبایل‌های پرده برداری کردند که نرخ شفافیت آنها به بیش از 80% رسیده است. به لطف کوچکسازی خیره کننده قطعات، حالا باتری و برد اصلی در فرم‌های میکروسکوپی لبه گوشی‌ها جاسازی شدند. اما جذابیت اصلی ادغام با هوش مصنوی است. دوربین‌های زیر صفحه نمایش در این گوشی‌ها اشیای پشت دستگاه را اسکن کرده و اطلاعات واقعیت افزوده AR را مستقیما روی شیشه نمایش می‌دهند. از ترجمه آنی تابلوها تا راهنمای مسیر پیاده‌روها. با وجود چالش‌های مثل حریم خصوصی و دوام باتری، کارشناسان معتقدند که این کانسپت ها تا پایان سال 2026 سهم قابل توجهی از بازار را از آن خود خواهند کرد. آیا شما حاضر هستید گوشی فعلیتان را با یک تکه شیشه هوشمند عوض کنید؟